سلام. از مجموعه عدد X در خدمت شما هستم. میخوایم فایل اکسل محاسبه سود مرکب سرمایه گذاری رو خدمتتون توضیح بدیم. خب این فایل رو بعد از اینکه از سایت عدد X دریافت کردید، اینو اگر باز بکنیم اینجا، خب ما میخوایم محاسبه بکنیم ببینیم که مبلغ نهایی به اضافه اصل و سود سرمایه در واقع با این شرایطی که ما داریم به چه صورته. تو این قسمت سبز رنگ ما فقط میتونیم اعداد رو وارد بکنیم و تو قسمت زرد رنگ ما نتیجهمون رو دریافت میکنیم. خب اینجا مثلا اگر ما سرمایه اولیه اه، مثلا 100 میلیون رو اینجا وارد بکنیم، خب میگیم خب نرخ سود سالانه یا نرخ سود بانکی مثلا بگیم نرخ سود مثلا حالا 19% باشه و چند مثلا هر ماهانه پرداخت 19% هر به صورت ماهانه، یعنی هر ماه یک بار پرداخت میشه. اینو ما 12 میگیریم چون سال در واقع 12 ماه سالو، پس وقتی ماهانه انتخاب میکنیم یعنی باید 12 بزنیم. اگر سالی یه بار پرداخت بشه ما اینجا عدد یک رو وارد میکنیم تو این قسمت. حالا چون ماهانه هستش اینجا عدد 12 رو وارد میکنیم و دوره سرمایه گذاری هم میگیم 2 ساله هستش، اینجا واحد ساله، یعنی میگیم که ما 2 سال میخوایم این 100 میلیون تومن رو بذاریم تو بانک و به پولش دست نزنیم، ببینیم بعد این مدت چقدر میشه. خب با سود 19% ما بعد از 2 سال در واقع 145 میلیون و 793 هزار و 791 تومان دریافت میکنیم. این به این صورت. حالا شما میتونید اعداد مختلف رو با توجه به سرمایه و شرایط خودتون مثلا در نظر بگیرید. مثلا اگه 10 میلیون رو ما با سود مثلا 23% با پرداخت ماهانه و به مدت مثلا 5 سال اگر بگذاریم، 10 میلیون ما میشه 31 میلیون تومان بعد 5 سال با سود بهره مرکب، یعنی سودش بیاد روش و ما دست به سودش نزنیم، سودش رو برداشت نکنیم. و برای رقم های متفاوت شما میتونید همینو مثلا داشته باشید، مثلا حالا رقم هایی که حالا متفاوت تر هستن و بگید مثلا با سود حالا مثلا 21% و 3 ساله من اگر مثلا 345 میلیون بذارم بعد از 3 سال 644 میلیون تومن دریافت میکنم. خب این محصول رو شما از سایت عدد X addx.ir میتونید دریافت بکنید. توی سایت عدد X وقتی وارد میشیم از اون صفحه اول هم هستش، شما میتونید حالا محصولات مختلف دیگه هم هستن، شما میتونید اینجا به عنوان مثال توی این قسمت سرچ بکنید و بزنید مثلا سرچ کنید حالا سود مرکب و این قسمت نتایج جستجوی میتونید پایین سود مرکب سرمایه گذاری و در واقع با افزودن به سبد خرید شما میتونید بعد از اینکه به سبد خرید شما اضافه میشه میتونید وارد نمایش سبد خرید بشید تو این قسمت و اینجا. خب اینو من وارد مرحله تصفیه حساب میشم. خب اینجا میام اسم و نام خانوادگی، شماره موبایل و ایمیل رو وارد میکنم و این قسمت شرایط رو میپذیرم و تیک میزنیم و ثبت سفارش انجام میشه. این در واقع شرایط هم بر اساس شرایط ای نماد هستش و شرایطیه که حالا عرف اکثر سایت ها هستش.